دوستان یه سوالی دارم ازتون. میگن عقل انسان حجت باطنیش. میگن میتونه چراغ و راهنماش باشه، میتواند در زمینه هایی چراغ و راهنماش باشه. یه سوال عقلی میپرسم ازتون. میگن که مثلا یک کسی که در واقع شرارت میکنه، کارهای شیطنت آمیز انجام میده رو هی سعی کنید که مثلا کمک کنید بهترش فلان بهمان. آقا این تا بخواد از اون شیطنتش رویگردان بشه، ممکنه این وسط مثلا از هر 1000 تا شاید یه دونش درست بشه. در این بین که این میخواد درست بشه، این بدبختی که این آدم شرارت بار برای مشکلاتی که بعدید میاره برای آدمای خوب 1000 نفر رو ممکنه گمراه کنه. خب چیکار کنیم؟ اون یه نفر رو بچسبیم یا اون 1000 نفر؟